مردانه باشه یا زنانه؟ فرق ندارد. اصلا هنرمند تعریف تفسیر را دوست می‌دارد. نارسایی اساسی شما در ورتلیات سرود خونده می‌روند. این یک خوشبختی است. فهمم. که حتی باید پروکورور شوی. بینندگان عزیز درود. ادامه منطقی لایحه نگاهی نو هست. این نام دارد این برنامه نگاهی دیگر. سوال‌های آشنایی که الان شما میدونید و نگاه‌ها تنها مختلف است. نگاه‌ها دیگر است و امروز با همان 30 سوالی که از لایحه نگاهی دیگر پیشنهاد می‌شود امروز هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان بахтиёр иброҳимов پاسخ می‌دهد. السلام علیکم. سلام. کدام از نکوکاری‌ها برای شما ارزش بیشتر دارد؟ از دلی صاف باشد. از دلی صاف باشد. صفاتایی که شما از همه بیشتر در مرد قدر میکنید؟ صفاتایی که بیشتر در مرد قدر میکنم این گویم از گپی خود نگشتن، یعنی برای سخنی خود جواب گفتن. سخنی خود جواب گفتن. صفاتایی که شما بیشتر در زن قدر میکنید؟ برعکسش. مهربانی. مهربانی. مشغولیت دوست داشته شما؟ ورزش. ورزش. کدام خصلت‌ها بیشتر خاصی شماست؟ همچه خیلی که گفتم راستی تلخ میگم. راستی تلخ. فهمم. ایده شما در مورد خوشبختی یعنی خوشبختی چه است به فکر شما؟ خوشبختی این خوشبختی این برای من در محیطی بودن که همدل و همفکر هستند. و فکر شما وابسته به کلمه بدبختی برعکسی؟ فکر من نسبت کلمه بدبختی این بدبختی است. نمیدونم با چی فکر کنم. خدا فکری من نسبت بدبختی باشد خدا یکون کس به این روز نشان ندهد. فهمم. رنگی دوست داشته شما؟ رنگی دوست داشته من راستی که اونقدر چی نیستم، لیکن فکر میکنم که سفید رو دوست میدارم. سفید. گلی دوست داشته تا؟ گلی دوست داشتم. صدبرگ. صدبرگ. پرنده دوست داشته؟ عقاب. اگر این کسب نمی بود کدام کسب؟ یعنی نوازندگی و سرایندگی نمی بود؟ نه، ورزشکار میشدم. در کجا زندگی کردن میخواستید؟ در تاجیکستان. در تاجیکستان. نویسنده دوست داشته شما؟ ارتور کنان دویل. شاعرانی دوست داشته؟ لایق. رسام و اگر باشد بسته‌کاری دوست داشته؟ شهاب‌الدین بسته‌کاری دوست دارم. شهاب‌الدین هستند و رسام گفتید چی؟ اگر باشد البته. نه، من خودم از خوردی بسیار رسامی رو دوست می داشتم، لیکن امروز قریب که به نظر نمی‌رسد. گویم که نمیدونم از کدام سبب باشد که اینقدر چی ندارم. من نقش‌های همین گلکاری‌هایی که ما داریم در جای خانه و دیگرهایی که هست، من اون چیز رو بسیارتر دوست می‌دارم. فهمم. نسبتاً کندکاری و نقاشی رو می‌دم. فهمم. به کدام منفعت‌ها بیشتر افضلیت می‌دهید؟ افضلیت رو به کدام منفعت‌ها می‌دهید؟ مثلا می‌تواند که منفعت‌ها پولی بوده، می‌تواند ملی، اندیشه ملی بوده، می‌تواند یگان چیز دیگر. به همان منفعتی که گویم غرضناک نباشد. فهمم. قهرمانی دوست داشته شما از ادبیات؟ قهرمانی دوست داشته من از ادبیاتی کدام باشد؟ از ادبیات جهانی. خبرید از ادبیات گویم فولکلوری و خودمون گیریم نصرالدین افندی. نصرالدین افندی. فهمم. بهترین قهرمانی دوست داشته مرد در زندگی امروزه هست؟ در امروزه شرایط بسیار باور کنید قهرمانی بسیار شدند. آنها شخصانی که امروز دستیاری دراز میکنند و مردمی سرایت زده. من همه آنها رو قهرمان حساب میکنم. دختران یعنی که. فهمم. نام‌های دوست داشته شما؟ بختیار. شوخی میکنم البته. نامی دوست داشته من بهادر. مردانه باشه یا زنانه؟ فرق نداره. بسیار نام‌ها رو من دوست میدارم. خورشید مثال یادی. از نام زنانه گوییم لاله، بنفشه، بسیارتر گوییم نام‌های گل هستند و اون چیزی دلبر مثل گل رو همه
نام‌های بسیار زیبا هستند آخه نام‌های تاجیکی. بهترین. در چی به شما حسی نفرت پیدا می شود؟ حسی نفرت پیش از همه درویگی باشد. انسان وقتی که صمیمی نیست. کدام چهره‌های تاریخی به شما حسی نفرت را پیدا می‌کند؟ هست می‌دونه چهره‌ها؟ چهره‌های تاریخی؟ تاریخی بله. همه همون گویم شخصانی که فکر می‌کردند که آنها یگانه هستند و دیگر برای آنها مثل گیتلر، مثال عادی یا اینکه چینگیز خان دیگر این در این تاریخ اینقدر مردم خیلی و خیلی زیاد بودن که بسیار می‌خواستند که از حساب دیگران خود را چقدر که ما گفتیم قهرمان گویند و مجبور کرده خود را قهرمان مینامیدند. فهمم. حکمتی پسندیده شما؟ حکمتی پسندیده من؟ بله. راستگو و راستکار باش در همه مورد. راستگو و راستکار باش. چرا بیشتر در دوستانتان قدر میکنید؟ در دوستانم صمیمیت را. نارسایی اساسی شما؟ نارسایی اساسی من خیلی که گفتم راستی تلخ گپ می‌زنم. راستی تلخ. فهمم. اما فکر میکنید که این نارسایی است؟ من فکر میکنم که افضلیت است. نه باور کنید بسیارتر از شما میرنجند. از من میرنجند. از این لحاظ. و فکر نمیکنند که خیلی که میگن دوست تبروار دشمن شکروار. انا همین رو وقتی که من پیش از آن که سخن میکنم من همین چیز رو میفهمم میگم که من برای تو دوست من تبروار گپ میزنم. لیکن وقتی که میبینید که شما این سخنان گفتید بعد از چندی میبینید که انا همون دشمنی که شکروار است با وای بسیارتر با فکری وای با گویم بسیارتر در جمعیت آن شخص است این برای من خیلی و خیلی دردناک است. سنگین است. خصوصا انا همین در ساحه گویم هنرمندی. هنرمند اصلا هنرمند تفسیر را دوست می‌دارد. تنقید را نمی‌پذیرد. لیکن در همین ساحه بسیارتر همین چیز بسیارتر است که دروغ شکروار بسیار است. شما خود رو چگونه دیدن می‌خواهید؟ همین گونه‌ای که هستید یا اینکه باز نمی‌دانم. البته من خود رو می‌خواستم باز دیگرگون‌تر دیدن، یعنی چی از جهتی گوییم تفکر خیلی که گفتیم من بسیار افسوس می‌خورم که البته من در وقت جوانی بسیار خواندم لیکن افسوس می‌خورم که تا حال که من اون قدری که در کار بوده است نخواندم. به قدری لازمه یعنی که اگر بسیارتر می‌خوندم با خوبتر میشد. و اینچنین من یک شخصی هستم که یکم منقد برای خودم هستم. فهمم. منقد برای خودتون. قابلیتی که شما ندارید و می‌خواستید باشد. باور کنید من از خردی در تمام جبهه‌ها در ورزش در گویم صنعت چی در علمو خیلی که گفتم نقاشی ما یک استاد سعید خوجا بودن از اسفر علمو نقاشی که در چایخانه سینا است یکی از مؤلفان اون کس هم هستند. من تا همین کارو هم کردگی هستم تا حتی موزه‌دوزی کردگی هستم نانوایی کردگی هستم. من همین هنرها رو دوست می‌دارم. بسیار می‌خواستم که خیلی که میگن به یک مرد هنر کنم بسیار می‌خوام همین هنر رو من امروز حسد میبرم بلیاچیکان من بسیار می‌خوام لیاچیک باشم. در عین حال نمی‌خوام از کسب خود دست بکشم. اما من قابلیت رو داشتم می‌خواستم. چون خیلی علی جان صریف بودن در خطی پرواز در ورتولیات سرود خونده میرن. این یک خوشبختی است. فهمم. سلامت باشید. یعنی در همه کسب‌ها گویم پیشبر و پیشرفته بودن فکر میکنم خوب است که اون کسب برای گویم میگم برای بسیارتر امروز انتخاب کسب در جوانان به خاطر کسی است یا به خاطر چیزی است نه به خاطر دلش یعنی دوست داشته کسب انتخاب نمیکنن. امروز میگن که حتی باید پروکورور شوی پروکورور پول بسیار دارد یا که تو باید این شوی به خاطر چیزی یا به خاطر کسی. و من فکر میکنم که هر شخصی که اگر کسب خود را دوست داشته انتخاب کند او پیش از همه موفق میشود و گوییم پاره‌خوری و دیگر نمیشد در وی چون که
و خودش که موفق هست به وای پول زیادتی هم لازم نیست، چون که خود همون اگر امروز گوییم اسعاری و قیمت زندگی در پول باشد، اگر در کسبتون در جادهتون پیشرفت باشید، شما از پسی گوییم شما فروخته نمیشید. فهمم. تشکر. چگونه مردن میخواستید، یعنی در گذشته میخواستید؟ آینده البته. خب روامو نخیزم. بی درد و بی رنج. البته. فهمم. زیبایی از نگاه شما چی است؟ زیبایی از نگاه من چی است؟ زیبایی رو هر کی به طور خود نگاه میبیند. چقدر که گفتیم رسام به طور خود. اگر درشتر کرده گفت زدیم موافقی تعلیم و تربیهش میبینند زیبایی رو. چون که امروز اگر من حتی شاهدی آن شده بودم که وقتی که ما از منظرهای تاجیکستان سخن کردیم، قدر تاجیکستان منظرهای زیبا دارد و یکی سفر بود به دولت روسیه. انامون جنگلی که دیدن گفتن واهمه میکنید تاجیکستان قدر. من اینقدر خوش رو گفتم تو یک بار همون جنگل درو انام پشایی که توی میخورن در یک ساعت تو از گفتهای خودت دست میکشی. چون که طبیعتی ما بغیر اونی که زیبایی علمیخی خلالداریاش کم است و گوییم که در حقیقت بیشتاسا است و همون 4 فصلی که ما داریم در تاجیکستان در بسیار دولت ها این چیز نیست و آنها آرزو میکنن که چنین گوییم زادگاه داشته باشند، چنین وطن داشته باشند. من زیبایی رو فقط از جهتی تربیه تفکر، یعنی تفکر شما چقدر تربیه یافته است میبینم. در حقیقت امروز ما همچون چقدر که گفتم بحثی حکمان هستیم، همین 2 روز پیش گفت یک دختر برآمد کرد، گفتم گوییم که یک لباس های این زمانقتی در نظر بعضی حکمان فعلا نگاه کن چقدر زیبا. شما گفتم با وای کرته وای بها دادید، شما با آن رنگ و باری که کرده است بها دادید ظاهر، لیکن بغیر اون یک دختره که یک اون رنگ نکردگی است با یک کرته که گوییم همین دیهاتی برآمد کرد، برای من وای زیبا است. چون که خود سیمای وای زیباگویی همون منطقه، زیباگویی همون دیار را نشان میدهد. یعنی زیبایی اصلی به یگان گوییم مانیکیور و پدیکیور با نمیدونم چی میگم با میکاپ و پیکاپ یگان کراسکا ندارد، یگان چی ندارد، لیکن یک دختره که یک است اگر در دستی وای کوزه دهید فکر میکنم که تمام رسام همه صورتشا کشیدن میخواد. لیکن وقتی که میگویم که وای سری لباسی یک گوییم عادی پوشیده است، نه ایش مثل دیگرش یک سری لباسی گوییم فسون از بر کرده است، در بر کرده خودش رو کشیده است. این در کار، من نمیگم در کار، لیکن زیبایی حقیقی رو دیده توانستن این از تربیه تفکر شما، از جهانبینی شما وابسته. فهمم. تشکر. آخرانش شعار شما در زندگی؟ شعار من در زندگی ناوابسته از شرایط های زندگی، ناوابسته گوییم از خود زندگی، فقط با امید نیک، با نیت نیک کاری خود را پیش بردن. بهترین. تشکر. بسیار سپاس میکنم. اینجا فرجام است. چند آخر سخن شما رو میشنویم برای بیننده ها. من پیش از همه برای شما میدهدار هستم که اینقدر گوییم راه رو طی کردید. اگر دفعه دیگر چنین باشه ما با شما در تماس میشیم. من هر باری که به سوی ولایت سفر میکنم، من بسیار سفر میکنم، البته مهمان میشم و برای تکلیفتان تشکر میگم و استفاده از چنین مورد البته برای تمام هم بینندگان همین تلویزیون فقط روزی خوش، روزی نیک، چون که امروز ما فقط پیش از همه تن صحت میخوام که مادران ما، پدران ما همیشه در بالای سری ما دعاگو باشند، فرزندان ما صحت و سلامت باشند، جامعه ما صحت سلامت باشد و خدا کند که در تمام گوشه جهان فقط خرسندی باشد، فقط آسمانی صاف باشد. از جمله برای همه بینندگان همین تلویزیون خانه آبادی، سربلندی و البته برای تمام کارمندان شما هم نیست. تشکر. بسیار سپاس. برای کار تنیسیت خاطر جمع همیشه پیشرو باشید، همیشه در جستجوی گوییم بلند نمودنی ذوق مردم باشید. تشکر زیاد. سلام.
аз ютуб канали Нигоҳи нав лоиҳаи ҷадид бо номи Нигоҳи дигар пешниҳоди шумо мешавад. ба чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ, саволҳои кӯтоҳу ҳамгунаи фалсафӣ вогузор мегардад ва андешаҳои мухталифиашонро шумо шоҳид мешавед. Нигоҳи дигар, саволҳои ахела ва ҷавобҳои мухталиф.